بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در جریان بحث یهود و ذکر بسیاری از خباثت‌ها و اشکالات یهود در این آیه‌ای که تلاوت گردید زجر و توبیخ می‌خوانیم بر کسانی که مانعند از مساجد الهی. مصداق این آیه چه کسی یا چه کسانی هست؟ بسیاری معتقدند که مصداق این آیه یهودی ها هستند که مسیحیان را در مسجد الاقصی نگذاشتند و بعضی معتقدند که مصداق این آیه مشرکان مکه هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم و یاران را برای عمره نگذاشتند در جریان حدیبیه که در سوره فتح خواندیم. اما بهتر اینه که آیه بر عموم خودش هست. وقتی که آیه بر عموم هست ما آیه را خاص نکنیم، نگوییم مراد مشرکان هستند، نگوییم مراد یهودیان هستند، مسیحیان هستند. هر کسی که مانع بشه از مساجد، مانع عبادت بشه، مانع ذکر نام خدا بشه، که عرض میکنیم منظور از ذکر چی هست و نام خدا چی هست. هر کسی که مانع اهل حق بشه، چه از نظر ذکر و یاد خدا مانع بشه، نگذاره که اهل حق بیان در مسجد خدا را یاد کنند، عظمت و توحید خدا بیان کنند، نگذارد که نمازگزاران در مسجد نماز بخونند. هر کسی در هر لباسی، چه در لباس یهودی، چه در لباس مسیحی، چه در لباس مشرکین، چه در لباس دیگر، مانع بشه، این آیه شامل او میشه، او مصداق این آیه قرار میگیرد. آیه را همونطوری که عام هست کلی هست، کلی تفسیر کنید. چرا جزئیش میکنی؟ چرا میگی مراد مشرکین مکه هستند؟ یعنی دیگه هیچ مصداق ندارد، گذشت تمام شد. یا بگیم که مراد یهودی ها هستند و دیگه داستان به پایان رسید؟ نه، آیات الهی ابدی هستند، سرمدی هستند، عامند، کلیند. هر کسی که این صفات را داشته باشد میتونه مصداق آیه قرار بگیره. ببین آیه چی میگه؟ الله میفرماید و من اظلم. اول عبارت روح البانی تا بدونید که آیه عام هست. ظاهر الآیت العموم فی کل مانع. ظاهر آیه چی هست؟ عموم هست، هر کسی که مانع بشه، هر مانعی. و فی کل مسجد، مسجد حرام تنها مراد نیست، مسجد الاقصی هم تنها مراد نیست. العموم فی کل مانع و فی کل مسجد. هر کسی که مانع بشه، هر جا مانع بشه. و خصوص السبب لا یمنعه روح المعانی.
میگه بالفرض اگر سبب خاصی داشته باشه نزول آیه، مثلا بگیم در فلان مورد نازل شد، خب اون مورد هم یک موردی هست دیگه، اون سبب خاص مانع کلیت و عمومیت نمیشه، بر کلیت و عمومیت خودش هست. لذا الله می فرماید و من اظلم ممن منع مساجد الله، چه کسی ظالم تر، این زجر با نقل قول سوم هست، چه کسی ظالم تر از اون انسانی که منع مساجد الله، مانع مساجد الله شده. مساجد الله پایینش بنویس مبدل منه، ان یذکر بدل. مانع چی هست؟ مانع از این که ان یذکر فیه اسمه، مانع این هست که ذکر خدا در آن مسجد بشه. ان یذکر فیه اسمه، این که ذکر بشه در آن مسجد اسمه، اسم خدا. و سعی فی خرابها، و سعی میکنه در خراب آن. اینجا در خراب مسجد، ناآبادی مسجد. ببینید حضرت شیخ رحمه الله میفرمه مراد از اسمه وحده هست. وحده شما قید را پایین اضافه کنید. ببینید مراد مطلقاً اسم خدا نیست. مشرکین اگر کسی می آمدن در مسجد الحرام اسم خدا را می گفتن مانع نمی شدند. اونها مانع چه اسمی هستند؟ اسمه وحده. تو مسجد بیا تبلیغ بکن، فقط خدا بگو و بقیه را نفی بکن، از این ناراحت بودند. پس اسمه منظور چی هست؟ توحید است، تبلیغ توحید است. اونها مانع بودند که به تنهایی خدا یاد بشه. و سعی فی خرابها، و سعی میکردن در خرابی آن مساجد. ببین یکی از خرابی مساجد چی هست؟ انهدام هست، پلم کردن هست، با نمیدونم لودر و بلدزر او را خراب کردن هست، این هم خراب هست. اما یکی دیگر از صورتهای خرابی مساجد جلوگیری هست، جلوگیری اسم الله عزوجل وحده، اسمه وحده، یعنی نگذاشتن برای توحید، برای تبلیغ، برای رسوندن پیام خدا، اینها هستند. و سعی فی خرابها. پس مراد از خرابی همه نوع خرابی میتونه باشه، هم انهدام و تخریب ساختمانی هم میتونه مراد باشه، پلم کردن هم میتونه مراد باشه که نگذاره مسلمانی تو این مسجد نماز بخونه، تبلیغ بکنه. و عرض کنم خدمت شما که جلوی دعوت حق و دعوت توحید را گرفتن، این هم میتونه باشه. الله میفرماید اینهایی که مانعین هستن خودشون حق ندارن بیاند. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. این افراد، این گروه ها اجازه نیست برای آنها که داخل مساجد بشن الا خائفین من عذاب الله، مگر خودشون بترسن که خدا اونها را گرفتار نکنه، مؤاخذه نکنه. اینها آمدن بندگان خدا را من میکنن از ذکر خدا. سبحان الله، چه کلمات شدیدی برای اینها هست، برای مانعین مساجد، برای مانعین توحید، برای مانعین ذکر الله. الله می فرماید لهم فی الدنیا خزی، نتیجه دنیوی، لهم فی الدنیا خزی، برای آنان در دنیا رسوایی هست. خزی و رسوایی، ذلت. ولهم فی الآخرة عذاب عظیم، این نتیجه اخروی. برای آنان در آخرت عذاب عظیم هست، عذاب بزرگ هست. ولله المشرق والمغرب. حال اگر مشرکان
مسیحیان، یهودیان، غیر مسلمانان آمدن مانع شما شدن، نگذاشتن شما تو مسجد برید، خدا را یاد کنید، خدا را عبادت کنید، دیگه نماز شما هم تعطیله، عبادت از شما هم ساقطه. الله عزوجل می فرماید نه، ولله المشرق والمغرب، محل عبادت فقط اون مسجد نیست، مشرق و مغرب مال الله است، تمام زمین مال الله است. هر جا بودی به سوی الله عزوجل متوجه باش، عبادتت را بجا بیار، وظیفت را انجام بده. ببین اگر مراد عبادت باشه معنیش اینه که اگر در مسجد جلویت را گرفتن نباید از عبادت باز بیایی. اگر مراد دعوت توحید بود باز معنیش اینه که اگر جلویت را از منبر گرفتن معنیش این نیست که تو معافی. نه، هر جا هستی وظیفت را انجام بده. مسئولیتی که متوجه تو هست از عهده اون مسئولیت برا. لذا الله می فرماید ولله المشرق والمغرب، فقط و فقط برای الله است مشرق و مغرب، چه طرف مشرق باشی چه طرف مغرب. فاینما تولوا فثم وجه الله، حتی اگر قبله بلد نبودی هر جهتی شما چهره بگردانید آنجا ذات الله، الله هر جا هست. منظور اینه که شما به طرف الله عزوجل متوجه باش، الله را اطاعت کن، طاعت و بندگی کن. ان الله واسع علیم، الله واسع هست، منظور اینه که خزانهش وسیع هست و الله عزوجل محدودیت هم ندارد برای عبادت که فقط یک جهت شما اگر باشید یا یک جا باشید. واسع یعنی همه جا رحمت الله در برگیرنده هست. علیم، الله علیم است، هر جا باشی از تو خبر دارد، از عبادتت خبر دارد، از راز و نیازت مطلع و علیم هست. خب پس یکی دیگر از سلسله زجرها و سرزنشها بود در رابطه با جلوگیری از عبادت. اینا همه از اعمال یهود بود یا مشرکین یا مسیحیان. حال چهارم را میخوانیم. وقال اتخذ الله ولدا، میگویند خداوند برای خودش ولد گرفته. همونطور که اونجا عرض کردم و من اظلم ممن منع مساجد الله، اون سرزنش متوجه همه اهل باطل بود، هم شامل یهود بود، یهود هم مانع مسجد می شدن، نگذاشتن برای مسجد الاقصی، هم شامل مسیحیان می شد، هم شامل مشرکین. این هم وقالوا اتخذ الله ولدا، این زجر، این سرزنش هم متوجه همه اهل باطل است. یهودیان می گفتند ولد خدا کیه؟ عزیره. مسیحیان عیسی را می گفتند، مشرکان فرشتگان را می گفتند. پس هر یکی این اعتقاد را داشت. ولی این را خدمت شما عرض کنم که منظور از ولد نائب هست، نیابت هست. این که خداوند برای خودش ولد گرفته منظور اینه که او را نائب گرفته، چون که هم مسیحیان می دونستند که مسیح فرزند مریم هست، گرچه بعضی اعتقاد داشتند ابن الله هم می گفتند، هم یهودیان می دونستند که عزیر فرزند خدا نیست. پس او را که فرزند می گفتند به عنوان متبنا، به عنوان نائب، به عنوان جانشین که خداوند مسئولیت هایی که به ایشون داده، اختیاراتی که به ایشون تفویض کرده مثل اختیارات یک پسر به پدر است. مشرکین هم هاکذا درباره فرشتگان. پس این عقیده در میان کسان دیگه هم میتونه باشه. خیلی از افراد معتقدن نسبت به بعضی از شخصیت ها که خداوند مسئولیت ها را به ایشون تفویض کرده، خداوند عزوجل به ایشون اختیارات داده، ایشون را نائب خودش قرار داده که هر چی که دلش بخواهد انجام بده.
این ولدیتی که برای اونها بود شبیه این ولدیت هست، نه ولدیت نسبی. عنایت داشته باشید. و قالوا اتخذ الله ولدا، آنها میگفتند خداوند ولد گرفته. ولدن ای نائبا بنویسید. سبحانه، پاک است او ذات، اون ذات پاک است، اون نیازی به نائب نداره. نائب کسی بگیره که احتیاج داشته باشه، نیاز داشته باشه. الله بی نیاز، دلیل بی نیازیش بل له ما فی السماوات والارض، بلکه فقط برای الله است تمام آنچه که در آسمان ها و زمین است. ما فی السماوات والارض یعنی مملوکته کل شیء، همه ما فی السماوات والارض مملوکه الله و الله مالک اونهاست. الله نیازی نداره، چنین مالکی هست. کل له قانتون، همه و همه اینها برای الله تابع هستند. کل له، ببین ما فی السماوات بیان مملوکیت است، کل له قانتون بیان محکومیت است. یعنی حکم خدا بر همه و ملک خدا بر همه. همه اینها مملوک خدا و همه اینها محکوم به حکم خدا، به دستور خدا. پس وقتی که همه محکوم به حکم خدا و همه مملوک به ملک خدا، چگونه میتواند نائب باشد؟ بدیع السماوات والارض، الله در تمام امور بدیع هستند. بدیع به معنای از ابتدا بدون الگو ایجاد کننده آسمان ها و زمین، بدون الگو ایجاد کننده آسمان ها و زمین هست. و کیفیت ایجاد چگونه؟ ببین کسی که این گونه ایجاد می کند او نیاز به نائب داره. و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، هرگاه که فیصله امری بکند، فیصله برای ایجاد کاری بکند، الله عزوجل فقط دستور میده به کن، به وجود شیء، به ایجاد شیء. فیکون، فیکون فا مرتب هست بر کن، یعنی متصل بعد از کن، سرعت التکوین، بعد از کن فوراً به وجود میاد، مهلت نمیخواد، طول نمیکشد. بله، پس الله عزوجل نیازی به ولد ندارد، نیازی به نائب ندارد. او این چنین دستور میدهد، دستورش با یک اشاره و با یک اراده اجرا میشه و تنفیذ میشه. خب، وقال الذين لا يعلمون، این سرزنش دیگر، زجر دیگر، زجر با نقل قول. گویندگان اینها هم فرق ثلاثه هستند، گروه های سگانه هستند. همه مشرکین هم میگفتند چرا با ما خدا کلام نمی کند؟ لا يعلمون الله، لا يعلمون، الذين لا يعلمون، مشرکان میگفتند لولا يكلمون الله او تأتینا آیه. همونطور که یهودی ها به موسی علیه السلام گفتند یسألک اهل الكتاب ان تنزل عليهم کتاب من السماء، ای پیامبر اهل کتاب از شما میخواند که برای اونها یک نامه و یک کتاب خصوصی بیاری. فقد سألوا موسی اکبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة، اینا همونا هستند که از موسی چیز بزرگتری خواستند. مسیحیان هم به پیغمبر گفتند که لولا تأتینا آیه. مشرکین، مسیحیان، یهودیان همه معجزات خاص میخواستند، کلام هم کلامی با خدا میخواستند، کتاب ویژه میخواستند. پس مراد از این زجر قولی هم همه هستند. لذا الله میفرماید وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. لا يعلمون که مصداقش مشرکین هستند. این اصطلاح در قرآن برای اونها است چون جهلا بودند و می گفتند جهلای عرب لولا يكلمنا الله، چرا الله با ما هم کلام نمیشه؟ او تأتینا آیه، این اشکال دوم، یا پیش ما چرا معجزه نمیاد؟ آیت مقترحه،
آیت مطلوبه، آیه‌ای که ما میخواهیم. نشانی معجزات رسول الله کم نبودند، اونها معجزه‌ای که میگفتند ما میخواهیم. الله میفرماید كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، این چنین گفتن کسانی که قبل از اینها بودند، منظور یهود نصارا، مثل قول اینها. تشابهت قلوبهم، اون موافقت قولی بود. كذلك قال الذين، این مشابهت اعتقادی هست. تشابهت قلوبهم، دلهای اینها با هم مثل همه. بنویسید در کج فهمی، مثل هم در چیه؟ در کج فهمی هست. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، الله می فرماید ما یک آیه نه چندین آیات بیان کردیم برای قومی که یقین بکنن، مستفیدین من الآیات. قرآن تمامش آیات هست، اخبار گذشتگان آیات هستند، پیشگویی های آینده آیات هستند، اینا همه معجزند. اما کجاست اون یقین؟ کجاست اون باور؟ کجاست اون انابت؟ این جواب اول. جواب دوم اینه که ای پیامبر، این هم جواب دوم است، هم تسلی برای رسول الله است. ما شما را به عنوان مختار و متصرف معجزات و آیات نفرستادیم، ما شما را به عنوان مبلغ فرستادیم، به عنوان بشیر و نذیر فرستادیم. پس این جوابشون هست. علاوه از این که جوابشون هست، هم تسلیه برای رسول الله. شما چرا نگرانید؟ شما چرا پریشان هستید؟ شما کارت را انجام بده. فردا اگر اینها ایمان نیاوردند و رفتن به جهنم، خداوند نمیپرسه چرا اینها به جهنم رفتن، شما که به وظیفت عمل میکنی. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، تسلی. ای پیامبر، ما شما را فرستادیم به حق، در حالی که شما بشیر و نذیر هستید، هم مژده دهنده هستید کسانی را که قبول کنند، تسلیم بشن. و نذیرا، ترساننده هستید کسانی را که انکار میکنند. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، شما از اصحاب جحیم سوال نمیشید، بازخواست نمیشه چرا این همه انسان به جهنم آمد. شما که به وظیفت عمل میکنی. و همچنین چون که شاید از فحوای این آیه و چندین آیات دیگه معلوم میشه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم بیمیل نبودند برای اینکه بعضی از آیات و معجزاتی که اونها میخواند، این آیات و معجزات نشان داده بشه، شاید ایمان بیاورند. از آن جایی که رسول الله حریص بودن بر ایمانشان. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، الله میفرماید شما خودت را به کشتن میده، به هلاکت میده، از بین برده خودت را به خاطر اینکه اینا ایمان نمی آورند. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین، ما اگر بخواهیم آیه، چنان آیه از آسمان نازل میکنیم که اینا تسلیم بشن، ولی اون میشه ایمان جبر، ایمان اکراه. خداوند اون ایمان را نمیخواد. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمیل هم نبودند. اینجا خدای تعالی میفرماید که شما هر کاری بکنید، این یهودی ها، این مسیحی ها، اینایی که بر مسیر عنادند، اینها از شما راضی نمیشند. تا زمانی راضی میشن که شما از ملت اونها، از دین اونها، از آیین اونها پیروی بکن. و این برای شما درست نیست، چون که آیین اونها منسوخ شده. هدایت الان هدایت الهی هست، دستور و آیین جدید هست. لذا مبادا که در دل شما بیاید که از اینها پیروی کنی. الله می فرماید ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم،
هرگز راضی و خوشنود نمیشه از شما یهود و نصارا حتی که شما پیروی کنید ملتشان را، شریعتشون را، دینشون را. قل ان هدی الله هو الهدی، اعلام بفرما ای رسول الله الان اون که مال شماست منسوخ شده، امروز هدایت الهی اون هست هدایت واقعی. هدی الله ای هو الاسلام الذي انت عليه هو الهدى بحر المحیط. امروز هدایت واقعی هدایت اسلام است، هدایت دین هست، راه حقیقی اینه. ولئن اتبعت اهواءهم، این استبعادی هست که الله عزوجل بیان میکنه. اما این استبعاد جای تأمل داره، جای تدبر داره. ببین خداوند به پیامبرش میگه ولئن اتبعت اهواءهم، ای پیامبر من اگر شما پیروی کردی از خواهشات اونها. خواهشات اونها چیه؟ خواهشات اونها علامه آلوسی خوب تفسیر کرده، الله عزوجل قبرش را پر نور بگرداند. خواهشات اونها نوشته آراؤهم الزائغه المنحرفه، خواهشات اونها آراء اونهاست، آراء کج و منحرف اونها، الصادر عنهم، اون آرائی که صادر از اونها میشند، بتبعیت شهوات انفسهم. روح المعانی این آراء کجکوج که نشأت گرفته و تابع شهوات نفسانی اونهاست. به پیغمبر میگه اگر شما پیروی کردید از خواهشات اونها بعد الذی جاءک من العلم، بعد از اینکه علم پیشتون آمده، ما لک من الله من ولی ولا نصیر. این نتیجه اتباع، ثمره اتباع. ببینید کلمات آسانی نیستند، اما الله داره میگه به رسولش، به حبیبش که ما جرأت میکنیم ترجمه بکنیم. نیست برای شما در این هنگام هیچ ولی، من ولی مالک من الله، گفتن من عذاب الله، اون وقت خدا به عذاب میاد. هیچ ولی نیست، حامی نیست برای شما، ولا نصیر و نه یاوری. من ولی یمنعک منی، هیچ ولی و حامی نیست که جلوی شما را بگیرد از من. خوب توجه بکنید، خداوند به پیغمبر میگه اگر شما بعد از اینکه شریعت آمده، شریعت غرا همه چیز را مشخص کرده، بعد از این اگر شما باز هم از خواهشات اونها، یعنی از آراء زائغه و منحرفه و باطله اونها تبعیت بکنی، دیگه خود دانی. معنیش اینه ما لک من الله من ولی ولا نصیر. امروز این خطاب متوجه ماست، ماهایی که هر جا میخوانیم العلماء ورثة الانبیاء، کسانی که میگویند علما جانشینان پیامبرانند، خطاب الله عزوجل متوجه اون علماست. علما بدانند اونهایی که من بعد ما جاءک من العلم، بعد از اینکه علم داری، بعد از اینکه قرآن و سنت میدونی، بعد از اینکه راه درست، مسیر حق، راه قرآن، راه سنت پیشت واضحه، راه شرک هم جلوت هست، خرافات را هم میدونی یعنی چه، حق و باطل را داری تشخیص میده. امروز اگر شما به خاطر هر چه، پیغمبر ما هنوز حریص بود بر ایمان اونها، پیغمبر دلش میخواست که اونها ایمان بیاورند، ولی ما نه، ما به خاطر چیزهای دیگه داریم محبت میکنیم. لذا کلام الله متوجه ماست که بعد از اینکه حق برای شما واضح شد،
شما از مسیر خودتون منحرف بشید، یه چیزی را میدونی که شرکه، یه چیزی را میدونی که خرافاته، یه چیزی را میدونی که برای جایز نیست، در شریعت ناجایزه، در فقه ممنوعه، ولی باز هم برای دل خوش کردن دیگران، برای رضا دیگران، برای هر هدفی که باشه، هدف پول باشه، مقام باشه، نمیدونم حکومت باشه، هر چی باشه، از مسیر حق منحرف شدی و رفتی در مسیر دیگران را تایید کردی، خلاف فقهت عمل کردی، خلاف قرآن عمل کردی، خلاف سنت عمل کردی، بدان که این تهدید سخت الله عزوجل متوجه تو هست. اون وقت عذاب خدا میاد، ما لک من الله من ولی ولا نصیر. درست اینجا خطاب به رسول الله است، ولی ما جای این قرآن خواندیم که خطاب رسول الله مراد امت هست. لذا ای امت بدان، ای عالم بدان که عذاب خدا میاد، ما لک من الله من ولی ولا نصیر. برای شما از عذاب خدا هیچ ولی نیست که یمنعک و یحمیک، مانع عذاب بشه و شما را حمایت بکنه. هیچ یاوری، هیچ مددکاری برای شما نخواهد بود. مشاهده میکنیم کسانی که از مسیر حق منحرف میشند و میگذارند اونچه که حق تشخیص میدهند، میروند به طرف باطل، چطور زود سرشون به زمین میخوره، خدا زود مؤاخذه میکنه. لذا از تشنگی و گرسنگی اگر جان دادیم، باز هم نباید مسیر حق را بذاریم، نباید اونچه که از قرآن و سنت گیرمان افتاده بذاریم. لذا الله میفرماید ولئن اتبعت اهواءهم. بس مراد از اهوا چی هست؟ مراد از اهوا آراء باطله، آراء زائغه، آراء منحرفه. ابن کثیر اینجا خوب گفته لئن فیه تهدید و وعید شدید للامه. در اینجا تهدید و وعید شدید است برای امت عن اتباع طرائق اليهود والنصارى. وعید برای چی؟ از اینکه اتباع روش های یهودی را بکند یا نصرانی ها را بکند، بعد ما علموا من القرآن و السنه، بعد از اینکه همه چیز از قرآن و سنت برش معلومه، باز هم بره به طرف یهود، دیگه خودش بدونه که خدا باش چی میکنه. الله نجات بده. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. اما همه اهل کتاب منحرف نیستند، همه بر مسیر باطل نیستند. هستند افرادی که اونها حق کتاب را بجا می آورند. الذين آتيناهم الكتاب، اینها کسانی هستند از اهل کتاب که قال الضحاک هم من آمن من اليهود، اینا کسانی که ایمان آوردن از یهودی ها که ابن سلام و ابن سوریا و ابن یامین. اینها عبدالله ابن سلام، ابن سوریا، ابن یامین، اینها بعضی از علماء برجسته شون، اینا را الله تعریف میکند. یتلونه حق تلاوته. یتلونه اینجا صبح هم عرض کردم به معنای یتبعونه هست. یتلونه به معنای چی هست؟ یتبعونه. این اکرمه گفته، چنانچه میگه قال یتبعونه حق اتباعه. قال اکرمه اما سمعت قول الله والقمر اذا تلاها. والقمر اذا تلاها ای اذا تبعها. ماه دنبال خورشید است، نه؟ پس یتلونه دنبال میکنند، اتباع میکنند کتاب را حق تلاوته. اولئک یؤمنون به. این افراد ایمان میآورند به اون کتاب. و من ایمان میآورند به پیغمبر. و من یکفر به، البته
مرجع زمین هر دو تا میتونه باشه. و من یکفر به، هر کسی که کفر بکند به آن، بذالک القرآن یا بالرسول. خب بالرسول اینجا ذکرش نیست، بود انا ارسلناک شاهدا و بشیرا بالحق بشیرا و نذیرا، اونجا ذکر رسول هم بود. هر کسی کفر بکنه به رسول یا به قرآن فاولئک هم الخاسرون، این گروه خاسرون هستند. خب اما اگر مراد از یتلونه یقرؤونه باشد، تلاوت باشد، قرائت باشد، همون تفسیری که عموما ما ذکر میکنیم، اون وقت مراد از کتاب تورات هست. و یتلونه حق تلاوته معنیش این است که یقرؤونه حق قراءته کما انزل الله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يتأولونه عن غیر الحق. تفسیر کبیر گفته یعنی اینایی که کتاب را تلاوت میکنند، منظور تورات را خوب تلاوت میکنند، بجا تلاوت میکنند و تورات را تحریف نمیکنند، کلماتش را جابجا نمیکنند و هر چی که تورات گفته به اون عمل میکنند. تورات ایمان به محمد گفته، لذا اولئک یؤمنون به، اینها به محمد ایمان میآورند. بله. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. باز هم الله عزوجل در ابتدا یادآوری فرمود نعمتها را، در پایان هم دوباره یادآوری میفرماید نعمتها را. خدمت شما عرض کردم که ذکر نعمتها و احسان موجب عبدیت و بندگی میشه. الاحسان و عبید الاحسان باعث میشه که انسان کاملا تبعیت بکنه. الله تعالی نعمتهای مادی و معنوی را به این خاطر ذکر میفرماید. اذا الله میفرماید یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کنی نعمت من مادی و معنوی، آن نعمتی که من بر شما انعام داشتم. و انی فضلتکم علی العالمین، بالخصوص این که من شما را فضیلت دادم بر همه عالمین، ای علی عالمی زمانهم، بر همه عالمین زمانشان. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، این تخویف اخروی هست. الله می فرماید بترسید از آن روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، دفع نمی کند، دور نمی کند هیچ نفسی از نفسی چیزی. ما قبلا خواندیم که یک انسان در روز قیامت در دنیا اگر به مشکلی مواجه بشه، یا با رشوه مشکلش حل میشه، یا پارتی خواهد داشت، یا شفاعت و سفارشی، یا حزب و گروهی، همه اینها را الله تعالی در اونجا چی میکند؟ منتفی میکند. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، هیچ نفسی از نفس دیگر چیزی دفع نمی کند. ولا یقبل منها عدل، و پذیرفته نمیشه از آن نفس رشوه، عدل فدیه رشوه. ولا تنفعها شفاعت، و به اون نفس فایده نمیده شفاعت به اون هیچ نفی برایش نداره. ولا هم ینصرون، و از طریق دیگر آنها هم یاری نمیشوند. خب تا اینجا مبحث ما از یا بنی اسرائیل اول گرفته شده، از اصلا یا ایها الناس تا اینجا بحث توحید بود. خدمت شما عرض کردیم که در این سوره چند مبحث است، بالخصوص 6 بحث. اول توحید، دوم رسالت. از اینجا به بعد گرچه روی سخن باز هم با یهودی ها هست، جلوتر می آید که شبهات یهودی ها درباره رسالت، اما از اینجا موضوع رسالت آغاز میشه که رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابته. اولا الله تعالی سخن را آغاز می فرماید از ابراهیم و با ابراهیم علیه السلام به چند دلیل. اولا ابراهیم شخصیت مسلمه بود
که همه قبولش داشتند. مشرکین مکه افتخار میکردند ما ابراهیمیم، یهودی ها افتخار داشتند ما از نسل ابراهیمیم، مسیحیان ها کذا، اونم یک بخشی از یهودیان و از بنی اسرائیل بودند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و مسلمانان ادعا داشتند که میراثدار واقعی ملت حنیف ابراهیم و دین توحیدی ابراهیم ما مسلمانان هستیم. قرآن هم گفته ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی، نزدیکترین فرد به ابراهیم پیروان واقعی و بالخصوص این نبی هست. خب به این خاطر بحث ابراهیم میاد، چون که اون چی که از ابراهیم ثابت بشه مسلم علیه است، همه او را تسلیم دارن. نکته دوم که از ابراهیم آغاز میشه، الله عزوجل در این آیات اثبات میفرماید که این پیامبر عزیز ما نبی خاتم صلی الله علیه و سلم حاصل دعای ابراهیم است. ابراهیم و فرزندش اسماعیل وقتی که این خانه را، این بیت را بنا کردند، اینجا دعا کردند برای اهل مکه، برای این وادی که خدای از میان اینها پیامبری مبعوث بفرما که این مسئولیت ها و وظایف را داشته باشد و موجب اصلاح و تزکیه اونها باشد. لذا الله تعالی می فرماید این همون پیامبر است. پس ابتدا این تمهید و مقدمه است برای رسالت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، زمانی که ابراهیم علیه السلام را پروردگار امتحان کرد با کلماتی، امتحان کرد با کلماتی، اما نتیجه امتحان چی شد؟ فاتمهن، اونها را تکمیل کرد. خب پس این بحث اول، فضیلت بانی کعبه شما میتونی بنویسید. اون کلماتی که باعث ابتلاء ابراهیم شدند و ابراهیم موفق شد، اون کلمات چی هستند؟ در این رابطه در تفاسیر مختلف، بعضی ها خصال 10گانه را نوشتند. خصال 10گانه شما در حدیث شریف هم خواندید یا می خوانید انشاءالله که 10 تا هستند از خصال و از فطرت هایی که ابراهیم علیه السلام اونها را انجام میداد. مثل وضو هست، مزمزه هست، استنشاق هست، حلق العانه هست، نتف الابط هست، موهای زائد بدن را تراشیدن، و از کنم که ختنه هست. اینا تمام از خصالی هستند که ابراهیم علیه السلام داشتند. اما در انجام دادن این خصال، درست این خصال علائم خوبی هستند، اما در انجام دادن این خصال چه کمالی هست؟ این خصال را شاید ما هم به نحو احسن انجام بدیم و هیچ نوع مشقت و دقت و سختی احساس نمی کنیم. پس قیل و قال اینجا زیاد هست. بهترین قول و سخنی که در این رابطه کاملتر و جامعتر است که ابراهیم علیه السلام امتحان و ابتلا شد، جمله‌ای که حضرت اندلسی، علامه اندلسی رحمه الله در تفسیرش در بحر المحیط آورده. اون اینه، چند قول ذکر کرده، بعد قول آخر میگه العاشر، دهمین این هست که هی ما ابتلاه به فی ماله و ولده و نفسه. منظور از این کلمات و امتحانات اون امتحاناتی هستند که خداوند از ابراهیم گرفت درباره مال، درباره فرزند، در مورد خودش. ببین ابراهیم علیه السلام چند مرحله امتحان گذراند. یک جای نیاز شد که مال قربانی کنه، یه جای نیاز شد که فرزند قربانی کنه، یه جای نیاز شد که خودش را قربانی بکنه. در هر ستا چی شد؟
موفق شد. چگونه؟ فسلم ماله للضیفان و ولده للقربان و نفسه للنیران. جمله جالبی هست. فسلم ماله للضیفان، مال را همه را برای مهمان تسلیم کرد. ابراهیم اول و آخر یک گوساله داشت. فرشتگان که آمدند فوراً ذبحش کرد، سوال نکرد. اینجا موفق شد. این سخاوت. فسلم ماله للضیفان و ولده للقربان، بچه را اسماعیل را برای قربانی آماده کرد، تسلیم کرد، قربانش کرد. میگه قربانی چیه؟ خواباند و کارد را، چاقو را چیکار کرد؟ اونجا برد که قطع کنه. و نفسه للنیران، و نفسش را، خودش را برای آتش تقدیم کرد، نه هراسید. و قلبه للرحمن، و قلبه للرحمن، قلبش را به رحمان داد، عاشق واقعی رحمان بود. فاتخذ الله خلیلا، پس خداوند او را به عنوان خلیل انتخاب کرد. به این خاطر میگوییم که به کلمات اون ابتلاعات و امتحاناتی که بر مال ابراهیم، بر شخص ابراهیم، بر فرزند ابراهیم آمد و ابراهیم همه را قربان کرد. لذا الله می فرماید فاتمهن، آنها را تکمیل کرد. قال انی جاعلک للناس اماما، الله فرمود ای ابراهیم من تو را قرار میدهم برای مردم امام. امام چیه؟ پیشوا. امام به معنای نبوت است. غیر از نبوت جایگاه بالاتری نیست. هر کسی ادعا می کند اثبات کند. همه مفسران نوشتند، بعضم بحر المحیط، والمراد بالامام ها هنا النبی ای صاحب شریعت متبع. منظور از امام نبی هست. ای ابراهیم من تو را نبیم میگردانم. یعنی چه؟ یعنی صاحب شریعتی که مورد اتباع قرار میگیری، دیگران متبعت میشوند، تو پیشوا میشی، دیگران از تو اتباع میکنند. پس مراد امامت هست، امامت نبوت هست. علامه آلوسی هم نوشته فالمتبادر من العهد قال لا ینال عهد الظالمین. الامامه وليس هي هنا الا النبوه. مراد امامت است، غیر از نبوت چیزی دیگه هم نیست. لذا الله می فرماید قال انی جاعلک للناس اماما، ای ابراهیم من تو را برای مردم امام میگیرم. قال و من ذریتی، ابراهیم چطور زود تمنا میکنه. سبحان الله، انسان را الله تعالی چقدر حنون و مهربان آفریده که تا که خیری بهش میرسد دلش میخواد بچه هم داشته باشه. میگه خدای اولاد من چی؟ ولی کاش که همه ما پیغمبرگونه بودیم. الان ما هر کسی که از نظر دنیوی به جای میرسیم سعی میکنیم که فرزند هم بیاد. تلافروش سعی میکنه بچهش تلافروش بشه چون میبینه نفع زیاد هست. کارمند سعی میکنه بچهش کارمند بشه چون میبینه که واقعا شغل خوبی هست و عرض کنم که با شخصیت هست، اونجا راحت است. و دیگران هر کس مغازه‌دار سعی میکنه بچهش مغازه‌دار بشه. ولی مهم اینه که اگر خدای عزوجل به انسان یک جایگاه دینی عنایت کرد، یک عزت دینی داد، انسان فوراً برای اهل اولادش، برای ذریتش تمنا بکند. این خیلی مهمه. اگر یک انسانی صالح شد، دیندار شد، با تقوا شد، تهجد گزار شد، این دعا را بکند خدای بچه من، فرزند من همین مسیر را بگیره. ببینید ابراهیم علیه السلام فوراً وقتی که میبیند خدای عزوجل این جایگاه را بهش میده، خودش فراموش میکنه، میگه قال و من ذریتی، خدای از اولادم چی؟ الله عزوجل
برای اولاد هم قولی میده، اما به شرط شیء. قال لا ینال عهد الظالمین. از این آیه بر عصمت انبیا استدلال گرفتند. الله می فرماید عهد من، مراد از عهد گفتیم امامت، نبوت، عهد من نبوت به ظالمین نمیرسه. اونهایی که ظلم بکنن، اونهایی که گناه در زندگیشون باشه، معصیت باشه، اونها را شامل نمیشه. اونهایی که بر مسیر شما مسیر درستی داشته باشند، که تمام انبیا بعد از اون از نسل ابراهیم بودند، اما بودند از نسلشون کسانی که پیغمبر هم نشدند. لذا لا ینال عهد الظالمین، عهد من امامت نبوت به ظالمین نمیرسد. و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا. الله می فرماید، این بحث دوم بعد از اینکه جایگاه ابراهیم و فضیلت ابراهیم بیان شد، اکنون جایگاه مقامی که ابراهیم درستش کرد، مرکز توحید، مرکزی که برای یکتاپرستی بنا نهاد. الله می فرماید و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا. زمانی که قرار دادیم ما بیت را مثابتا، مثابه یعنی مرجع، جای رجوع. تا را گفتن تا مبالغه هست، یعنی بار بار اونجا مردم رجوع می کنند، کرات بعد مرات اونجا مردم میاند و واقعا مثابه هست. یک بار میری علاقمندیت بیشتر میشه، آتش شوق بیشتر میشه، هرچی بیشتر میری عاشقتر میشی. این شهرها بعضی ها میگن تفریح نمیریم، نه دو بار رفتم بسه، دیگه اصلا کسی نمیره. ولی اونجا هی زار زار گریه میکنه که دوباره نصیبش بشه. واقعا مثابة للناس، جای رجوع بود. بعضی ها واقعا عاشق هستند. یاد والد بزرگوار خودم افتادم، الله تعالی رحمتش بکنه. همین مسجد هر گاهی که حضرت مولانا در رابطه با حرمین صحبت میکرد، من ناراحت میشدم، میدونستم که حال پدر خراب میشه. بعد از نماز جمعه میرفتم میدیدم که حالش خرابه، گریه میکنه. یعنی بعضی واقعا دلشون به اونجا بسته هست. کارگری بود، تا پول جمع میکرد ثبت نام میکرد. بعضی ها واقعا دل میدن به اونجا، اینطوره که هر چی بیشتر بری علاقه‌مندتر میشی، عاشقتر میشی. لذا الله میفرماید که مثابة للناس، مرجع برای مردم، بار بار اونجا مردم رجوع میکنن. و امنا، و جای امنی. سبحان الله، این فضیلت کعبة الله هست. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. مقام ابراهیم را مصلا قرار بدید، جای نماز قرار بدید. اون جایی که ابراهیم ایستاد و خانه خدا را، مرکز توحید را بنا نهاد، اونجا را شما جای نماز قرار بدید. اونجا دیگه یادگاری شد و الله عزوجل فضیلتش داد. اونجا دستور داد نماز بخونید. هر بار که طواف میکنید 2 رکعت در مقام ابراهیم یا اطراف اونجا سنت هست که اونجا بخوانید. وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی. الله می فرماید که عهدنا، عهد کردیم ما. عهدنا هر گاهی که متعدی با اله بشه به معنی وصیت میاد. هر گاهی که متعدی به اله بشه، عهدنا ای وصینا. چنانچه علامه آلوسی گفته العهد اذا تعدی به اله یکون بمعنى الوصیه. هر گاهی که عهد با اله متعدی بشه به معنی وصیت میشه، پس به معنی وصینا هست. و یتجوز به عن الامر. وصینا یعنی چی؟ وصیت خدا یعنی چی؟ ای امرنا. وصیت امر تأکیدی را میگویند، دستوری که با تأکید باشد.
لذا الله می فرماید و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل، ای امرنا، ما امر کردیم ابراهیم و اسماعیل را ان طهرا، اینکه پاک بگردانند، طهرا بنیست ظاهرا و باطنا، پاک بگردانند بیتیه، بیت من را للطائفین، برای طائفین، طائفین یعنی آفاقی ها، اونهایی که از دور و اطراف میان، والعاکفین اونهایی که باشندگان اونجا هستند یعنی اهل مکه، والرکع السجود و برای رکوع کنندگان و سجده کنندگان، خانه من را پاک بگردانند. منظور از این که پاک بگردانند چیه؟ یکی پاکی ظاهری هست از تمام قذرات و نجاست ها و ناپاکی ها، اما پاکی معنوی به این معنی است که اونجا بتی نباشد، وثنی نباشد، غیر الله عبادت نشه، غیر الله پرستش نشه. والمعنى انه لا ينصب فيه وثن ولا يعبد فيه غیر الله، بحر المحیط گفته اونجا بتی گذاشته نشه و غیر الله عبادت نشه. و پاکی تطهیر از شرک و کفر هم میتونه باشه. و بعد الله گفته بیتیه، چطور بیت خداست؟ خانه خداست. والاضافه، اضافه البيت الى نفسه اضافه تشریف و تکریم. بیت الله مخلوقه، بیت الله مخلوق حادثه، اما اضافت بیت الله بسوی الله اضافت تشریف و تکریم است، و هي اضافه مخلوق الى خالق و مملوک الى مالک. قرطبی الله تعالی مخلوق را به طرف خودش نسبت داده، بیت من. بله، این فضیلت دوم بود، فضیلت خانه کعبه گذشت. قبل از اون بود فضیلت بانی کعبه، فضیلت خود ابراهیم، فضیلت بیتی و مرکزی که ابراهیم درست کرد. اما فضیلت سوم، و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا، بحث سوم ادعیه ابراهیم، دعاهایی که ابراهیم در اونجا کرد. این دعاها هم قابل تأمل است. از لابلای این دعاها میرسیم به اون چیزی که میخوایم ثابت بشه. النبی الخاتم، پیامبر آخر الزمان، پیامبری که از اینجا بناس مبعوث بشه و ناجی انسانیت قرار بگیرد. لذا الله می فرماید و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، زمانی که ابراهیم گفت بار الها قرار بده این شهر را بلدا آمنا، بلد آمن. آمن ای ذا امن، شهر دارای امن، مثل تامر ذات تمر، لابن ذات لبن، پس آمر ذا امن. وارزق اهله من الثمرات، اهلش را پروردگار رزق بده، من الثمرات، از انواع میوه ها. اما ابراهیم علیه السلام اینجا یک چیزی به صورت خصوصی میخواد. اون چه بود؟ من آمن منهم بالله والیوم الاخر، به امامت، به نبوت اولی قیاس میکنه. اونجا ابراهیم برای همه اولادش نبوت خاص، خدا گفت نه، هر کس نه، کسی که ظالم باشد، عاصی باشد نه، هر کسی که مؤمن باشد. ابراهیم علیه السلام قیاس کرد به اونجا، فکر کرد که رزق و روزی هم خدا فقط به مؤمنین میده، لذا در دعایش گفت که خدای رزق و روزی بده، اما من آمن منهم بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان بیاورد از اینها به خدا و روز آخرت. من آمن منهم، ببینید وارزق اهله من الثمرات، من آمن، من آمن بدل است از اهله. از میان اهل به چه کسانی بده خدایا؟ از میان اهل من آمن منهم بالله والیوم الاخر،
ایمان به مبدأ و به معاد بالله و الیوم الاخر، کسانی که به خدا و روز آخرت ایمان بیاورند به اونها رزق بده. اما الله عزوجل گفت نه، این نعمت خصوصی نیست، رزق فقط برای مؤمنین و موحدین نیست، اونی که کفر بکند هم چند روزی بهش میدم. قال و من کفر فامتعه قلیلا، ای ابراهیم هر کسی که کفر کند به من، فامتعه قلیلا، من او را متاع میدم، بهره برداری میدهم اندک. قلیلا اندک معنیش این نیست که نسبت به مؤمنین کم میدم، بلکه چند روزی در دنیا. اندک به این معنی ای زمانا قلیلا، ای زمانا قلیلا، چند روزی که در دنیاست بهش میدم. اما ثم اضطر الى عذاب النار، سپس او را من میبرم میکشانم به عذاب آخرت، به عذاب آتش. و بئس المصیر، مرجع بدی هست. یعنی کسی که کفر کرد در این دنیا نه اینکه مؤاخذش نمی کنم، بلکه رزق و روزیش میدم، بعدا همینطور به کفر بماند، آخر جایش آتش است. ببین اینجا خدای عزوجل تذکری داد، فنبه سبحانه وتعالى على ان الرزق نعمة دنیویة تعم المؤمن والكافرة. خداوند تذکر و تنبیه کرد، یعنی تذکر داد که رزق نعمت دنیوی هست، شامل مؤمن و کافر میشه، تعم المؤمن والکافر، بخلاف الامامه و التقدم فی الدین. امامت و پیشوا شدن در دین اون نعمت خاصی هست، فقط برای اهل ایمان و اهل تقوا است. بیضاوی پس می فرماید که رزق من به هر کس میدم. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، هنوز ادامه دارد دعای ابراهیم. زمانی که ابراهیم قواعد را، پایه ها را، ستون ها را بلند کرد، ستون های بیت را، و اسماعیل علیه السلام هر دو، ربنا تقبل منا، ای یقولانه، هر دو گفتن بار الها. ببین اخلاص، انسان هر کاری میکند اول دغدغه قبولیت داشته باشد، این سنت انبیا هست. معلوم نیست که اعمال ما پذیرفته بشه یا نشه، هنوز پایه ها شروع شده، اول دغدغه قبولیت داره، اول اخلاص که انسان را به این چیز وادار میکنه. این تعریف اخلاص ابراهیم است. الله می فرماید که هنوز بلند نکرده، هنوز قواعد را داره شروع کنه. خیلی مهم است ما چقدر مطمئنیم بر اعمال خودمون، گاهی با چه اطمینانی، با چه افتخاری اعمالمون را یادآوری میکنیم، خوشحالیم. این بانی کعبه هست، بزرگترین داعی هست، مرکز توحید را، بزرگترین مرکز توحید را داره درست میکنه. این همه مقبولیت که امروز شما میبینید به دلیل این اخلاص است. اینها برای ما باید الگو باشد، اینها باید برای ما سرمشق باشد. لذا الله می فرماید زمانی که ابراهیم بلند کرد قواعد را از بیت و اسماعیل، هر دو هم زبان، ربنا تقبل منا، بار الها قبول بفرما از ما، انک انت السمیع العلیم، بار الها تو سمیع هستی، شنوا هستی دعاها را، العلیم دانا هستی احوال قلب را، تو میدانی در دل ما چی میگذرد، در قلب ما چی هست. لذا باید برای هر کاری
که انجام میدیم این انگیزه، این احساس باید باشد که آیا پذیرفته شد یا نشد. اگر این احساس باشد نیات ما درست میشه، مسیر ما راست میشه. اما اگر خدای نکرده این احساس نباشد، انگیزه چیز دیگه باشد، دنیا باشد، شهرت باشد، نام باشد، اون وقت خدا میدونه چی میشه. سبحان الله. انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. بار الها ما را قرار بده هر دو را، دو تا منقاد، دو تا سرباز، مسلمین لک، دو تسلیم برای تو و دینت. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. و بار الها از ذریت ما، از اولاد ما یک امتی، یک گروهی. ببین الان میدونه که الله تعالی همه را شامل نمیگردانه. یک گروهی باشد، یک جماعتی باشد که تسلیم دستورات تو باشد، هرچی تو بگی انجام بده. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، امتی که تسلیم بشه برای شما. و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. بار الهم به ما نشان بده مناسک ما را، آداب و رسومی که اینجا باید انجام بدیم. مناسک منظور حج است، قواعد حج، دستورات حج ما که نمیدونیم، ما از تو دستور میگیریم. و تب علینا، و خدایا بر ما رجوع کن. تب علینا معنیش چیه؟ ببین توبه چند نوع هست. یکی توبه ما گناهکاران هست که ما توبه میکنیم، میگیم خدایا بر ما رجوع کن، یعنی توبه ما را بپذیر، از اشتباه ما درگذر باش. که توبه عوام همینه، مغفرت گناهان. اما توبه خواص الخواص، خاصان خدا، برای رفع درجات است. چنانچه آلوسی گفته و توبة خواص الخواص لرفع الدرجات والترقی في المقامات. توبه خواص الخواص برای رفع درجات و در اینکه در مقامات عالیه ترقی بکن. لذا میگه که و تب علینا انک انت التواب الرحیم، بر ما رجوع کن، همانا تو توبه پذیر هستی، مهربان هستی. علاوه از پذیرش توبه بر ما مهربانی میکنی، لطف میکنی. و بعد از این دعا، ببین این دعاها مقدمه هست، دعای اصلی اینه. گفتیم از ابتدای بحث ابراهیم علیه السلام که بخش دوم سوره اثبات چی هست؟ رسالت هست. لذا اثبات رسالت با این دعا هست. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. بار الها در میان اینها مبعوث بگردان رسولا منهم، رسول از آنان. این اولا بشریت رسول از جنس خودشان باشد. منهم از همین امت مسلمه، چون اونجا خواند و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. این همون امت مسلمه که سرتاج این امت مسلمه رسولی باشد. پس امت مسلمه انشاءالله همین امت است که اگر خدا قبول بکنند ما هم تک تک ما فردی از اون امت هستیم. لذا در رأس این رسولی که یتلو علیهم آیاتک، فرائض رسول اینجا بیان شده. یتلو علیهم آیاتک، فریضه اول، بر اینها تلاوت بکند آیات تو را. و یعلمهم الکتاب، و آنها را کتاب تعلیم بدهد، والحکمت، و حکمت تعلیم بدهد. حکمت را قبلا خدمت شما تفسیر کردم که تشریح کتاب، تفسیر کتاب، که سنت شامل اون هم میشه. بخشی از
سنت تشریح کتاب هست، لذا حکمت همون سنت هست. و یزکیهم، و تزکیه بکند اونها را. یزکیهم الاخلاق والعقائد، اخلاق و عقایدشون را تزکیه بکند، اصلاح بکند. پیامبر آمده برای همین، اول عقاید را و بعدا اخلاق را، چنانچه تزکیه کرد. دیدید که از میان چه انسانهایی پیدا شد، از کجا به کجا رسیدند، چه شدند. انک انت العزیز الحکیم، بدون شک بار الها تو عزیز هستی، غالبی هر کاری میکنی، همه کارها به دست تو هست، اما حکیم، کارهای تو با حکمت است و هرچی میکنی از روی حکمت انجام میدی. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. ببینید شما همه خودتون را ابراهیمی میگویید، هم قریش مکه، هم یهود، هم مسیحیان. اولا این هست، عرض کنم که مسیر ابراهیم آمد، این مرکز توحید را بنا کرد و این دعا را در اینجا کرد و برای امت مسلمه که از اینجا برخیزد و نهضتش از اینجا آغاز بشه دعا کرد. حال کسانی که از ملت ابراهیم برگردند، از مسیر حق ابراهیم به مسیر دیگه انحراف پیدا بکنند، الله میفرماید اونها سفیهند، اونها بیخردند. لذا اکنون خودت را که ابراهیمی داری و به نام ابراهیم میبالی و افتخار میکنی، محکم بگیر. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. پس این ترغیب است بر چی؟ بر ایمان به نبی آخر الزمان، بر ایمان به نبی خاتم. الله می فرماید و من یرغب، این به معنی نفی است، استفهام انکاری. و من یرغب عن ملت ابراهیم، شما میدونید که رغبت وقتی که باصله الی باشد به معنی تمایل است، وقتی که باصله عن باشد به معنی اعراض و رویگردانی است. اینجا به همین معنی اعراض است. و من یرغب عن ملت ابراهیم، اعراض نمی کند، پشت نمی دهد، روگردانی نمی کند از این ملت ابراهیم، از این دین ابراهیم، الا من سفه نفسه، مگر اون انسانی که نفس خودش را سفیه بگرداند. سفیه بگردانی یعنی چه؟ یعنی اون انسانی که بیخرد باشد. ای جعل نفسه مهانتا ذلیلا، مگر اون انسانی که خودش را ذلیل و پست و خوار بگرداند از این مسیر روشن، از این شریعت غرا. یک انسان پست و پس فطرت میتوند که عقب نشینی کند، روی گردانی کند. ولقد اصطفیناه فی الدنیا، این دلیلش هست. همانا ما او را برگزیدیم در دنیا، ابراهیم را. و انه فی الاخرة لمن الصالحین، همانا اون در آخرت الصالحین است. الصالح فی الاخرة هو الفائز. صالح در آخرت یعنی رستگار، موفق، اونی که در نهضتش موفقیت کامل به دست آورده. اما این هم خدمت شما عرض کردم که صالحین در میان انبیا درجه‌ای هست، غیر از این صالحینی که در میان ما عموم مسلمانان هست. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. الله تعالی فرمود ولقد اصطفیناه، ما ابراهیم را برگزیدیم. چگونه برگزیدیم؟ این وقت برگزیدن الله بهش گفت اسلم. اسلم دو معنا میتونه داشته باشه. یکی اسلم نفسك الى الله تعالی و فوض امرك الیه، تفسیر خازن گفته. اسلم به معنی تسلیم، خودت را به خدا بسپار،
هر کاری که خدا انجام میده تسلیم. اونجا که ما خواندیم و قلبه للرحمن مبتلاه في ماله وولده فسلم ماله للضيفان وولده للقربان ونفسه للنيران وقلبه للرحمن. قلبش را تسلیم کرد. همینه اسلم، تسلیم کو خودت را. معنای دوم اسلم به معنای اخلاص گفتن. اسلم یعنی اخلص دینک و عبادتک لله واجعلها سلیمه، خازن، سالم، خالص برای الله. لذا به ابراهیم گفته شد که خالص برای خدا باش. قال اسلمت لرب العالمین، من تسلیم شدم برای رب العالمین، یعنی هر کارم برای رب العالمین در جهت رضای او. توحید کامل همینه که انسان هر حرکتی میکند هدفش رب العالمین باشد و نه تنها اینکه این را برای خودش، بلکه همین را، این اخلاص را. ببین بزرگترین توحید اخلاص است. اخلاص اینه که اینقدر برای خدا باشی که حتی برادرت، پدرت در کنارت هستن، به اونها هم توجه نداری، برای اونها هم ذره حرکت نمی کنی، همه حرکات و سکناتت برای خدا هست. پس ابراهیم بعد از خودش به اولادش همین وصیت را کرد که شما هم مخلص باشید، همه چیزتون خالصتا برای الله. و وصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب، وصیت کرد به همین، بها یعنی به این ملت، ملت ابراهیم. ملت ابراهیم مشخص شد روش و منش ابراهیم چی هست. وصیت کرد به این ملت توحیدی ابراهیم فرزندش را و یعقوب، و همچنین یعقوب فرزندش را، فرزندانشان را. چی گفت؟ یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ای فرزندان، همانا ای فرزند، همانا الله انتخاب کرد برای شما دین را، بهترین چیز برای شما دین هست. پس وصیت من این هست که فلا تموتن الا وانتم مسلمون، شما نمیرید مگر شما مسلمان بمیرید. علما مفسرین دلسوزان ما اینجا روی این آیه نوشتند که هیچ سرمایه‌ای برای فرزند بالاتر از دین و آموزش دین و اخلاق اسلامی نیست. شما پدران بهترین سرمایه‌ای که می‌خواهید برای فرزندان خودتون بذارید دین رو بگذارید، همواره اونها را وصیت کنید. گاهی یه چیزی اهمیت داشته باشه از نظر پدر، هر جلسه میشینه برای بچه‌هاش میگه. بعضی پدران از نظر اونها وحدت برادران خوبه، هر جلسه میگه بابا با هم خوب باشید، با هم به خاطر مسائل جزئی اختلاف نکنید، هر چی داری با هم محبت کنید، بخورید با هم. خوبه، وصیت خوبی هست. اما بالاتر از این مادیات دین هست، اخلاق هست، توحید هست. یک پدر دوراندیش در هر جلسه، در هر لحظه و بالخصوص در اون وصیتنامه‌اش که منویسد در رأس دین را قرار بدهد. بعضی پدران واقعا فکرمندند، اما بعضی پدران به فکر دین نیستند. یه پدری هست هر روز صبح دغدغه‌اش اینه که امروز بچه‌م نماز خوند، دختر نماز خواند یا نه، نماز اهل خانه قضا که نشد. اما یکی هست هر روز دغدغه‌اش مسائل کاری بچه هست، مسائل مادی کار بچه هست، شغلش چی شد، حقوق خوبی گیرش میاد. یکی فرزندش را جای دیگه فرستاده، هر بار که زنگ میزنه میگه درآمدت چطوره، کارت چطوره،
جایت چطوره، راحتی، شب چطوره، خونه چطوره. اما یکی هست فکر دین، اولین چیزی میپرسه فرزندم نماز صبح چطوره، خواب نمیری، نمازها را کجا میخونی. این دغدغه. ببین این از انبیاء علیهم السلام قرآن به ما چی تعلیم میده که انبیاء برای اولاد خودشون اول دین میخواستن، بعدا دنیا را الله برابر میکنه. لذا ما اینطور باش، به فکر دین و به فکر آموزش دینی و به فکر عقیده صحیح و به فکر اخلاق و عمل درسته فرزندانمون باشیم. این از حضرت ابراهیم علیه السلام به ما رسیده. لذا ببین با چه کلمات خیرخواهانه و پرخلوصی فرزندان را دعوت میده. یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین، ای فرزندان من بدون شک الله انتخاب کرده برای شما دین را. لذا وصیت من پدر این است که فلا تموتن الا وانتم مسلمون، شما از این دنیا نروید نمیرید مگر شما مسلم باشید. مخلص همون اسلم دو معنی کردیم، نه به همون هر دو معنی. اسلم یعنی تسلیم خدا بشید، کاملا در اختیار دین خدا باشید، یا اینکه مسلمون مخلصون باشید، همه کارتون حرکاتتون سکناتتون برای الله باشد. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، این دفع شبهی هست. اینجا بحث وصیت ابراهیم و یعقوب آمد. نه، یهودی ها یکی از شیطنت هاشون این بود که ما نمیتونیم مسلمان بشیم چون یعقوب ما را وصیت کرده که از دین یهودیت بر نگردید. الله تعالی جواب داد اینجا. الله میفرماید ام کنتم شهدا، شما اونجا بودید؟ الله میگه ما بودیم، ما شنیدیم یعقوب چی گفت. لما قال اليهود للنبي صلی الله علیه و سلم، این آیه زمانی نازل که یهودی برای رسول الله گفتند الست تعلم ان یعقوب لما مات وصى بنیه بالیهودیه. جلالین، مگه تو نمیدونی وقتی که یعقوب میخواست از این دنیا بره به اولادش گفت که بر یهودیت بمانید. الله میفرماید ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، آیا شما حاضر بودید زمانی که حاضر شد برای یعقوب مرگ، یعنی اسباب موت و مقدمات موت. اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی، زمانی که یعقوب به اولادش گفت ما تعبدون من بعدی، چرا عبادت میکنی بعد از من، یعنی بعد موتی. اما فرزندان بالاتفاق چی گفتند؟ بگیم بحث عبادته، بحث یهودیت نیست، بحث عبادت و توحید فی العبادت. قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل، آنها گفتن ما پرستش میکنیم معبود تو را و معبود پدران تو را، یعنی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. الها واحدا، الها واحدا بدل است از الهک مبدل منه، آن الهی که اله واحد است. و نحن له مسلمون، ما فقط برای او تسلیم میشیم، ای فی العقیدة والعمل. الله می فرماید تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، این امتی هست که گذشت. ای یهود، ببین پدران شما اینها بودند. اینجا دو نکته خدای تعالی داره یادآوری میکنه. نکته اول اینه که اگر میخواهی از یعقوب تبعیت کنی، اگر میخواهی به رسم پدران باشی، اینه نعبد الهک و اله آبائک، توحید فی العبادت، یکتا پرستی، فقط عبادت خدای یگانه. نکته دوم، بر این افتخار نکن
اونها هرچی کردند برای خود کردند، تو برای خود بکن. هیچ وقت مغرور نباش که پدران من این چنین بودند. تلک امت قد خلت، اینا امتی بودند، جماعتی بودند گذشتند. لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. لها ما کسبت من العمل، اون چی که اونها کردن از عمل برای اونها. ولکم ما کسبتم، و اون چی که شما میکنید برای شما. لکم ما کسبتم من العمل ولا تسألون عما كانوا يعملون. و شما مورد بازخواست قرار نمیگیرید، سوال نمیشوید از آنچه که اونها انجام میدادند. اعمال اونها برای خودشون، اعمال شما برای شما. لذا شما با اونها کار نداری، شما به فکر خودتون باشید. شما به وجود اونها افتخار نکنید که چنان پدرانی داشتید. عمل اونها به درد شما نمیخورد. و قالوا كونوا هودا او نصارى. ادامه این بحث با زجر است که ان شاء الله فردا. صدق الله مولانا العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وإنك أنت الله الأعز الأكرم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. پروردگارا اله العالمین همه ما را اصلاح بفرما، ما را با اخلاص بگردان، اعمال ما را، ایمان ما را، عبادات ما را، نیات ما را همه را در جهت رضای خودت بگردان. پروردگارا اولاد ما را هدایت بفرما، نسل ما را هدایت بفرما. پروردگارا اله العالمین ما را از اون بندگان مخلصی که میپسندی بگردان. پروردگار ما را از مخلصین بگردان، ما را از مخلصین بگردان، بندگان برگزیدت. پروردگار اگر در وجود ما صلاحیت و شایستگی نیست که نیست، تو به ما عنایت بفرما. پروردگار ما را شایسته بنده با اخلاصت بگردان. پروردگار رب دنیا و آخرت ما را آباد بگردان، دنیا و آخرت ما را اصلاح بفرما، ما را از فتنه ها حفاظت بفرما، از فتنه های دنیا و آخرت حفاظت بفرما. اله العالمین ایمان ما را حفاظت بفرما، ایمان ما را محفوظ بدار، توفیق اعمال صالحه نصیب بفرما. دور پر از فتنه هست، در خطر هستیم اله العالمین، ایمان ما در خطره، عمل ما در خطره، از هر طرف شیاطین در کمینند. اله العالمین ما را حفاظت بفرما، ما را اولاد ما را حفاظت بفرما، از فتنه ها حفاظت بفرما، از شر و فساد حفاظت بفرما. اله العالمین پروردگارا از بندگان مخلصی که دوستشون داری ما را قرار بده. ربا ما را توفیق طاعت و بندگی نصیب بفرما، توفیق تلاوت این کلام زیبا نصیب بفرما، فهم این کلام را به ما عنایت بفرما و بر آیه آیهش توفیق عمل نصیب بفرما. پروردگارا اینجا که میخوانیم نیات ما را درست بگردان که به نیت عمل بخوانیم، به نیت عمل یاد بگیریم، به نیت اینکه در زندگی خودمون احیا بکنیم. پروردگارا به ما توفیق بده. اله العالمین پروردگارا نمیدانیم خواستن را اون چه که خیر دنیا و آخرت ماست نصیب بفرما و از شر دنیا و آخرت حفاظتمون بفرما، از فساد و از گناه و معصیت، بدعت و خرافات، از همه حفاظتمون بفرما. آخرت ما را آباد بگردان،
آخرت ما را آباد بگردان، دنیا و آخرت را آباد بگردان، بالخصوص آخرت را. ایمان ما را کامل بگردان، اعمال ما را صالح بگردان. از ما راضی و خوشنود باش مولا، از ما راضی و خوشنود باش و همیشه در راه رضایت موفقمون بفرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك.